یا رفقا چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. ولی خب بعد از 2 سال تقریبا، یعنی یکم فکر کنم بیشتر از 2 سال شده و نمیدونم الان این ویدیویی که بخوام بذارم توی کانال اصلا نمیدونم چند نفر از بچهای قدیم هستن هنوز. اصلا نمیدونم اون بچه‌ای که داشتن ویدیومو میدیدن چقدر بزرگ شدن. الان مطمئنم خیلی‌هاشون ریش و سیبیل در آوردن و حداقلش اینه که یا سربازیان یا دارن میرن دانشگاه. ترم 2 3 خیلی یه دفعه گذشت و تو اینستاگرام که استوری گذاشتم جالب بود برام که هنوز یه سری بچه‌ها هنوز بودن میگفتن کجایی. و تو این بازه چند وقته که گذشته بود، این 2 سال همش کامنت میومد از شماهایی که ویدیومو میدیدین که کجایی، چرا نمیای. الان داشتم آخرین ویدیویی که آپلود کرده بودم و میدیدم که شورت ویدیو بود و همه کامنتاش این بود که کجایی، خبری ازت نیست، چرا نیستی، چرا دیگه ویدیو نمیسازی. یه نفر دیگه هم نوشته دبلیو بچه‌ها تا استوری گذاشته ولی نیست و خیلی برام قشنگ بود. یعنی من حالا خیلی کم اصلا می اومدم سراغ این پیج اینستاگرامم یا کانال یوتیوبم، ولی خب هر وقتم می اومدم کامنت رو میخوندم و سعی میکردم جواب بدم و واقعا ازتون ممنونم که حالا تو این 2 سال حواستون به من بود. این ویدیو واقعا چیز خاصی نداره، فقط خواستم که یعنی چیز خاصش که اینه که اومدم کلی تشکر کنم از همه بچه‌هایی که یادشون بود. واقعا یه دنیا ممنونم. FC25 الان دیگه تو این 2 سال اسمش شده FC25 و اون فیفایی که ما بازی می‌کردیم دیگه خانوما توش اومدن تو التیمیتش، اصلا کلا به کل عوض شده. پنجشنبه میاد برای ایکس باکس و من سعی می‌کنم یا سعی که 100% پنجشنبه ویدیو آپلود میکنم و دیگه استارت این کانالو میزنیم. و یه تشکرم این آخر کار حتما بکنم از همه بچه‌هایی که برام کامنت میذاشتن و ویدیومو میدیدن که اصلا مثل رفیقام بودین شما که همیشه کامنتاتون رو میخوندم، میگفتیم مثلا این کارو کن تو ویدیوت، اینجا انرژیش کمه، اینجا اینجوریه. و واقعا ممنونم از تک تکتون که تو این 2 سالم حواستون بود کامنت میذاشتین و پیام میدادین. از حاجسام سامستو تشکر کنم که بهم پیام میداد، میگفت که دوباره بیا شروع کنیم، چرا نیستی. دلتنگم که همینجور دل منم براش تنگ شده بود. همینطور موسیکس حسین که مثل داداشم میمونه که همش میگفت بابا شروع کن. از فکر کنم همون موقع فیفا 23 که من یعنی نذاشتم همون اولش میگفت دوباره شروع کن. از سیاوش، سعید، سلیل و صدرا، همه بچه‌هایی که میگفتن که تو دوباره شروع کن. نمیخوام تا این ویدیو زیاد بشه. یه دنیا ازتون ممنونم. پس دیگه پنجشنبه منتظرتون هستم تو ویدیو جدید. فعلا پیس.